با سلام و درود خدمت تک تک شما دوستان عزیزم. امیدوار هستم هر کجایی که هستید جور و صحتمند و سرحال بوده باشین و شما را به یکی از ویدیوهای جدید خود خوش آمدید گفته امیدوار هستم که تا آخر ویدیو ما را همراهی کنید. خب دوستای عزیز، ما در این ویدیو قصد دارم که بر کسایی که تازه میاین به پاکستان چطور بتانن که سیم کارت برای خود بگیرن. ما سیم کارت که قبلا گرفته بودم بعد از 2 ماه او دوباره بسته شده و به خاطر ای که دوباره سیم کارت خود باز کنم ما به یکی از نزدیکترین مراکزش میرم، اونجا سیم کارت خود دوباره باز میکنم و همچنان یک دوست عزیز ما که تازه آمدن اونا میخواد سیم کارت بگیره، امرایش یک جای میریم دیگه که شما بتانین که برای خود زمانی که سیم کارت بگیرین با تماشای ویدیو شما میتونین که با آسانی سیم کارت خود بگیرین و نیاز نیست کسی دیگه پولتان از پیشتان بگیره یا برتان سیم کارت با قیمت های مختلف برتان به فروش برسانه. حرکت میکنیم. حاجی صاحب جای صحیح است. خب دوستای عزیز، ما طرف بلو ایریا و در جایی که البته بلو ایریا منی چینجر के पास जाएगा नहीं, ये जाज सिम कार्ड कंपनी जाज ये वाला طرف از اون روان هستیم دوستای عزیز. از اینجا تا اونجا را ممکن یک 10 دقیقه راه باشه دیگه. خودتان میتونید که مثل ما یک تاکسی را کرا بگیرید تا اونجا را برید. پیاده هم رفته میشه، خب بهتر است که تاکسی بگیرید. دوستای عزیز، یک چیز باید داشته باشین زمانی که به خاطر سیم کارت گرفتن میرین در شبکه سیم کارت، شما باید با خود ویزا و پاسپورت خود داشته باشین. به خاطر از اینکه بدون پاسپورت و ویزا به کسی سیم کارت داده نمیشه. باید شما قبل از اینکه در اونجا میرین آماده باشید سیم کارت که میگیرین ویزا و پاسپورت خود همراه خود داشته باشید.
ها؟ پرسان کنیم میگه پرسان؟ نه این ما را آورد. ما گفتم که نزدیک شفاخانه گلسوم است. در منطقه که شفاخانه گلسوم است اما هم هست، اما این طرف میریم بیادر. خب دوستای عزیز چند دقیقه گفتیم پیاده گردی کنیم بیا زود. این سیم کارت گرفتن ما هم بگید. اینه میتون میریم بیادر. در جایی که ما میخواستیم ما را راننده تا نکده، البته جایی که خودش کار داشت البته اونجا استاد کرد و دیگه ما مجبور شدیم گفتیم بیا خیر تا ایستا یک چند قدمی که مان داره تا اونجا خودم میرسانم. آی سب ببخشی دیگه میگه پنیز این دفعه پیاده گردی شد. والا این گپ خواست یک کم دیگه مانده دوستای عزیز، میرسیم بخیر. بالاخره جای پیدا کردیم دوستای عزیز. اینجا در جای شرکت جاز، جایی که سیم کارت عرضه میکنم رسیدیم بالاخره. آجی صاحب بسیار سرگردانی بالاخره پیدا کردم. والا آجی صاحب بسیار زیاد مانده و زله شد. در وقت آمدن دوستا برتان که یک تکت میتن باید انتظار باشیم. این از آجی صاحب دوستای عزیز ما سیم کارت خود حسابش حل کردم. مشکلش این بود که یک ماه اضافه تر میشد که غیر فعال بود سیم کارت و به خاطر فعال سازی دوباره سیم کارت باید یک مقدار است به نام سیکیوریتی، باید اون سیکیوریتی را پرداخت کنیم. او را جمع کردن و البته برام گفت که 1250 روپی میشه و مبلغ پرداخت کردم. بعد از او گفت که شما 1 ساعت منتظر باشین، بعد از سپری نمودن 1 ساعت سیم کارت شما دوباره به حالت عادی برمیگرده و فعال میشه و میتونین از سیم کارت خود کار بگیرید دیگه. از دوست عزیز ما که از سیم کارت خریداری کرد مبلغ 500 روپی دیگه. قیمت سیم کارت 500 روپی است، 4G است و جاز دیگه. اینترنت و ایگه پاش کار میکنه 10 GB. البته سیم کارت اینترنت برش فعال کرده است و بعضی گپا دیگه. سیم کارت گرفتیم بالاخره روان هستیم بخیر طرف خانه.
خدا کند که این ویدیو مورد پسند شما قرار گرفته باشد. اگر این ویدیو مورد پسند شما قرار گرفته باشد لطف نموده لایک کنید و همچنان اگر شما عضو جدید کانال ما هستید فراموش نکنید که برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب نموده و علامه زنگوله را حتما فشار دهید. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.